سلام دوستای گلم، سعید بانو هستم. با آشپزخونه من خیلی خوش اومدید. امروز آموزش یه بستنی زعفرانی خوشمزه داریم که تو این هوای گرم خیلی میچسبه. بریم آموزشش رو ببینیم. برای شروع 2 لیوان شیر پرچرب رو داخل یه قابلمه بریزید و روی حرارت بذارید تا زمانی که شروع به جوشیدن کنه. زمانی که شیر از کناره‌ها شروع به جوش زدن کرد، بیشتر از نصف لیوان شکر رو به همراه 1 قاشق چایخوری آرد ثعلب با هم مخلوط کنید تا یک دست بشه و بعد کم کم به شیر اضافه کنید و هم بزنید تا آرد ثعلب داخل شیر گوله گوله نشه. دوستان عزیزی که اولین بار ویدیوی جدیدی از کانال من میبینید، اگه عضو کانال من نیستید با زدن دکمه سابسکرایب عضو بشید و زنگوله اطلاع رسانی کانال رو حتما فعال کنید تا هر وقت آموزش جدیدی گذاشتم مطلع بشید. در پایان برای اینکه ویدیو بهتر دیده بشه و بیشتر پیشنهاد بشه ممنون میشم که لایکش کنید. خوب هم بزنید تا شکر درون شیر خوب حل بشه. بعد از اینکه شکر حل شد، 2 قاشق غذاخوری خامه صبحانه رو با مقدار شیر رقیق کنید و کم کم به شیرتون اضافه کنید و مخلوط کنید. بعد از اینکه خامه را اضافه کردید، 2 قاشق غذاخوری گلاب به همراه مقداری زعفران دم کرده اضافه کنید و مدام روی حرارت ملایم هم بزنید تا به غلظت فرنی برسه. وقتی به این غلظت رسید حرارت رو خاموش کنید. داخل یه ظرف دیگه بریزید و بذارید کامل خنک بشه. بعد از خنک شدن داخل فریزر بذارید. بستنی رو هر 1 ساعت یک بار از فریزر در بیارید، با قاشق خوب هم بزنید و مخلوط کنید و دوباره داخل فریزر بذارید. هر 1 ساعت یک بار این کار رو باید 5 بار انجام بدید. علت این که هر 1 ساعت یک بار باید بستنی رو هم بزنیم اینه که بستنی حالت یخی پیدا نکنه و کاملا کشدار و مثل بیرونی ها بشه. آخرین بار که بستنی رو از یخچال خارج کردید میتونید مقداری مغزیجات به دلخواه به بستنی اضافه کنید و خوب مخلوط کنید. حالا داخل یک ظرف نایلون بذارید و 1 لایه نون بستنی رو داخلش بذارید. بستنی رو روی اون بریزید و بعد 1 لایه دیگه نون روش قرار بدید. بعد از اینکه این کار رو کردید به مدت 1 شبانه روز بستنی رو داخل فریزر بذارید تا کامل ببنده.
بعد از گذشت 1 روز بستنی رو از فریزر خارج کنید و با چاقو بون رو نصف کنید و بعد میتونید این بستنی خوشمزه رو در هوای گرم نوش جان کنید و از خوردنش لذت ببرید. پیشنهاد میکنم شما هم حتما به این روش بستنی زعفرانی رو تو خونه درست کنید که خیلی ساده و راحت تهیه میشه. تا یه آموزش خوشمزه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.